بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده نصلی علی رسول الکریم. محترم مرور دی ننگرهار با استعداد زوان او فعال والی جناب امرخیل صاحب، دی ولایت مقام محترم معاون صاحب، قدرمند والی صاحب نصرت الله ارسلا، علمای کرام، دی ولایتی شورا او دی ولسی جرگی استازو، دی عزتمندو قومونو مشرانو دی ننگرهار ولایت ارشد مقامات او دی ننگرهار ولایت مدنی فعالان ورونو او خویندو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم نخست اجازه بدهید که خوشحالی خود را به مناسبت افتتاح دفتر زون مشرقی با ولایت ننگرهار، شهر تاریخی و زیبای جلال آباد، خدمت شما ابراز بکنم. همه ما به درستی میدانیم که زون مشرقی به طور عام و ولایت ننگرهار به طور خاص در تاریخ افغانستان جایگاه کلیدی پر افتخار و ماندگار داشته است. این ولایت و این خطه بارها و بارها درس‌های فراموش ناشدنی به دشمنان افغانستان و به کشورهای متجاوز و پیام صلح، برادری، برابری و جوانمردی را به ملت خویش داشته و دارند. مردمان سرافرازی زون مشرقی همچنان که نقش اساسی و کلیدی در زمان جهاد و مقاومت داشتند، در این مقطع زمانی نیز در پروسه صلح و همچنان به مقابله با تروریسم و افراطگرایی نیز دارند که جا دارد در اینجا برای بزرگمردان و شیرزنانی درود بفرستم که جانان شیرین خویش را برای دفاع از این سرزمین و در حملات گروه داعش و سایر تروریست‌ها از دست دادند. عزیزان و بزرگان حاضر در مجلس، هرچند صدای شما در پروسه صلح و در رابطه به ختم جنگ همیشه رسا و بلند بوده است، من امروز نیز در خدمت شما در نزد شما آمدم که از نزدیک از مشوره های شما، از پیشنهادات شما بشنوم و یک جا در این پروسه ملی و مقدس از نزدیک کار بکنیم. باور دارم که تأمین صلح بدون مشارکت معنادار افغانان در سرتاسر افغانستان امکان پذیر نیست، اما و نادیده گرفتن مردم ما، قسمی که جناب والی فرمود، در قریه ها و قصبات مانع تأمین ثبات دائمی و صلح پایدار می باشد. به همین دلیل ما دفاتر زونهای خود را در تمام نقاط افغانستان باز کردیم تا اینکه از مشوره ها، از پیشنهادات شما، از نظریات شما، حتی از تشویش ها و نگرانی های شما ما بشنویم، نظریات شما را جمع آوری کرده، توحید کرده و مقامات بالا که جلالمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و جلالمآب رئیس صاحب شورای عالی مصالح ملی هستند خدمتشان پیشکش بکنیم تا که نظریات شما به حیث خطوط کاری ما قرار گرفته و که ننگرهار بزرگ سرآغاز این حرکت می باشد. خواهران و برادران گرامی، لوی مشرقی همواره برای منطقه و همسایه های ما
پیام صلح، حسن همجواری، عدم مداخله و دوستی را بلند کرده است. من نیز امروز همصدا با شما به حیث وزیر صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخوایم از این تریبیون استفاده بکنم و پیام افغانستان را به کشورهای منطقه و همسایه که پیام صلح و دوستی است برایشان برسانم. و این جای تاکید است که صلح و ثبات در افغانستان یعنی صلح و ثبات در کشورهای همسایه و منطقه ما است. ما انتظار داریم که کشورهای منطقه نیز از نفوذ خویش بالای تحریک طالبان استفاده بکنند تا اینکه ما به دسترسی به یک صلح با عزت، با اعتبار و زودرس برسیم و این ختم جنگ بحران 42 ساله را نیز فراهم کنند. بعد از برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان دیگر هیچ بهانه‌ای برای طالبان نیست برای ادامه جنگ، برادرکشی، افغانکشی و مسلمان کشی. امروز پیام ما به تحریک طالبان ای است که اگر آنها بخواهند که از طریق زور افغانستان را بگیرند، این پذیرفتنی نیست، قابل قبول نیست. ملت افغانستان هیچگاه به زور تسلیم نشده و نخواهد شد. جنگ برنده‌ای ندارد و صلح بازنده‌ای. امروز ما بزرگترین فرصت را پیش روی خود داریم. الحمدلله قسمی که برادر گرامی ما فرمودند، دیگر برادرها و خواهر گرامی ما فرمودند، در تمام گوشه و کنار افغانستان امروز ملت افغانستان آمادگی ایره داره که دسترسی به یک صلح با عزت بکنه، دسترسی با صلحی که ارزشایی که ما با او پابند هستیم تحت چتر جمهوریت است، نه ای که او ارزش‌ها را از دست بدیم. با حفظ ارزش‌های ما می‌خوایم دسترسی با یک صلح با عزت بکنیم. امروز توجه تمام ملت افغانستان و جهانیانی که ما را همراهی میکنه در پروسه صلح به طرف تحریک طالبان است که آیا طالبان از این فرصت استفاده درست میکنند یا نه. ما واقعا امروز که در ولایت زیبای ننگرهار آمدم از رهبری سالم جناب والی صاحب بسیار خوش شدم. الحمدلله که یک اتحاد و اتفاق الحمدلله در بین مشران ما، در بین شورای ولایتی و امروز ننگرهار نمونه آوردن یک صلح با عزت، نمونه امن، نمونه سعادت و خوشی به تمام مردم افغانستان است. قطعاً و یقیناً کسانی که این فرصت طلایی را از مردم افغانستان بگیرند در برابر خداوند، ملت و تاریخ مسئول هستند و باید پاسخ بدهند. مایه خوشحالی است که در این جمع بزرگ علمای دینی ما نیز حضوری پررنگ دارند. واضح است که علمای ما مخصوصاً در 4 دهه اخیر نقش حیاتی و کلیدی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند و پرچمدار دوره جهاد و پیشگامان بازسازی فرهنگی و علمی کشور مخصوصاً در 2 دهه اخیر به حساب می روند. دولت ما نیز به نقش علما همیشه نقش برازنده داده است. امروز الحمدلله ما جزء هیئت مذاکره کننده خود 3 علمای برجسته با شخصیت که افتخار نه تنها هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان است بلکه افتخار افغانستان هستند با خود در سطح خود داریم. جناب مولای صاحب لودین، جناب مولای صاحب بلیغ و جناب مولای صاحب عین النعیم. همچنان مایلم که
در این نشست مهم در مورد جایگاه و اهمیت مشارکت زنان در پروسه صلح خدمت شما یک چند نکته ارائه بکنم. زنان حداقل نصف پیکر جامعه ما را تشکیل می‌دهد و این قشر مهم از قربانیان و متضررین اصلی جنگ در افغانستان است. زنان در پیروزی جهاد و در بازسازی دو دهه اخیر نقشی مهم داشته‌اند و باید در پروسه صلح و توافق ختم جنگ نیز نقش گسترده و معنادار داشته باشد. مطالعات بین المللی نشان می‌دهد که در هر پروسه صلح که زنان نقش برازنده داشتند، او پروسه صلح ماندگار و پایدار بوده است. از همین لحاظ امروز ما 4 زن شجاع متحد با شخصیت را جزء هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان داریم که ایشان نه تنها از حقوق زن و زنان با افتخار افغانستان دفاع میکنند، بلکه در تمام امورات مذاکرات ما در کنار ما نقش بسیار برازنده هم دارند. همکاران محترم جامعه مدنی و نهادهای فعال، خدمت شما میخوایم به عرض برسانم یکی از دستاوردهای 2 دهه اخیر ما نقش جامعه مدنی ما است. شما شریکی اصلی پروسه صلح هستید. من از جناب دکتر صاحب رئیس ویژن ما خواهش میکنم که همین طوری که ما در مرکز ارتباطات بسیار خوب و نزدیک با فعالین جامعه مدنی داریم، از ایشان نیز خواهش میکنم که با شما و تمام فعالین جامعه مدنی اینا هم نیز به حیث شریک شما از وجود فعال شما استفاده عظیمی بکنن در قسمت روایت سازی، پیام رسانی و انسجام مردم. اما خواهران و برادران گرامی، از طرف دیگر برای آوردن صلح نیاز به اجماع ملی و قبول مسئولیت شهروندی نیز داریم. ما هم مسئولیت داریم تا یک صدا همسو و هماهنگ برای صلح سکوت را بشکنیم و آواز خود را بلند کرده و یک پارچه سازیم. پراکندگی در موضوعگیری ها و بلند شدن صداهای مختلف در پروسه صلح نتایج دستاوردهای مورد انتظار ملت ما را در پی نخواهد داشت، زیرا صدای پراکنده ضعیف بوده و قابل شنیدن هم نیست. بدون تردید همسویی، همصدایی، اتحاد بالای منافع ملی و منافع جمعی ما کلید عبوری موفقانه از وضعیت امروزی می باشد. ژوندی دوی یو موټی افغانستان دی دوامداره سولې مساوات او ورور ګلوینه برخمن سرلولی او تل پاتی دوی د لوی مشرقی با عزت ولسونه و من الله توفیق.